آخرین آمار و اطلاعات مربوط به بیماری کووید 19 در خدمت شما عزیزان هستیم. از دیروز تا کنون تعداد 4251 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده که 1948 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 4771 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشور بستری هستند که برایشان آرزوی سلامتی و شفای عاجل داریم. با کمال تأسف طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 337 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 30712 رسیده است. از زمان شیوع بیماری در کشور تعداد 534631 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند و بهبود یافتگان بیماری تا کنون 431360 نفر می باشند. هموطنان عزیز، همانطور که شاهد هستید در روزهای اخیر با افزایش بی‌سابقه موارد مرگ و میر ناشی از بیماری روبرو هستیم. وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کاهش میزان استفاده از ماسک و همچنین بروز رفتارهای اجتماعی خطرآفرین در هفته‌های گذشته بوده است. فراموش نکنیم که شکست این بیماری مستلزم تقویت وفاق و همدلی و به طور کلی همکاری مردم و مسئولین کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور با پرسنل نظام سلامت می باشد. این هفته ملی سلامت بانوان ایران است که از تاریخ 24 تا 30 مهر ماه در حال برگزاری است و شعار امسال این هفته با توجه به همهگیری ویروس کووید 19 در کشورمان با عنوان سلامت زنان در دوره کرونا نامگذاری شده است. در شرایط حاضر اکثریت کارکنان نظام سلامت کشور از بهورز، مراقب، ماما، پرستار و نیروهای خدماتی تا کادر تخصصی بیمارستانها و مراکز درمانی از زنانی هستند که در این دوران سخت و نفسگیر همهگیری بیماری در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا با مخاطرات جدی سلامت جسم و روان مواجهند و میبایست علیرغم خستگی‌های فراوان رسیدگی به بیماران میان زندگی کاری و شخصی خود تعادل سازنده برقرار نمایند. اگرچه همهگیری ویروس کرونا محدود به جنسیت خاصی نیست، اما جمعیت زنان کشور ظرف 8 ماه شیوع روزافزون بیماری در کشورمان متحمل بخش قابل توجهی از مشکلات مقابله با این ویروس بودند. مراقبت از بیماران مبتلا به کووید 19 در خانواده، رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان در شرایط آموزش غیرحضوری مدارس، نقش و اقدامات مؤثر زنان در کاهش استرس اعضای خانواده در دوران همهگیری بیماری، مشکلات مراقبت‌های لازم در زنان باردار و مراقبت‌های مورد نیاز در دوران پس از زایمان، مشکلات زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست و مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی برگرفته از اعمال محدودیت‌ها گویای این واقعیت است که در این دوران بحرانی لزوم توجه هرچه بیشتر به حفظ سلامتی زنان از الزامات بنیادین مبارزه با بحران کرونا می باشد. هفته سلامت زنان فرصت مناسبی است برای تقدیر از زحمات شبانه روزی زنان سخت‌کوش سرزمینمان که با روی گشاده و عزمی راسخ در جهت شکست این بیماری در تلاشند. امیدواریم با ارتقاء سواد سلامت
و آگاهی و هوشیاری لازم در زنان به عنوان پیشگامان حفظ سلامت و ترویج آن در کشور گامی مؤثر